سوال کدام چیزها روزه را فاسد میکنه؟ اموری که روزه را فاسد میکنه، اول رسیدن چیزی به شکم، طعام، نوشیدنی، دوا، سیگرت و غیره. هر چیزی که اینمی انسان میخوره و این میره به شکم انسان، به معده انسان، چی میشه؟ روزه انسان هم مشکلانه. اگر مثلا یک کس غذا میخوره، اگر یک کس مثلا خوردنی هست، یک فکرتان باشه که یک چیز خوردنی است، یک چیز غیر خوردنی است. بعضی چیزا خوردنی است، مثلا یک نفر یک سنگچله میخوره، میره در معدهش، این باز حکمش فرق میکنه با امرای کسی که یک لقمه نان میخوره. این باز احکامش فرق میکنه، متوجه باشین. اینال اگر یک کسی غذا میخوره، یا کسی یک آب مینوشه، یا کسی دوایی را مثلا در بینی خود میپرته یا در گوش خود میپرته که دوا میره در معده ازی، پس اینی چیزا چی میکنن؟ سبب میشه که روزه انسان فاسد میشه. خب دوم چیزی که روزه را فاسد میکنه، این همبستر شدن با همسرش. اگر امرای همسر خود در روزه ماه مبارک رمضان نزدیک میشه، در این صورت این هم روزه ازی را چی میکنه؟ مشکلانه. اینال باز فکرتان باشه که باز پسان ما شما احکامش هم میخوانیم که فرق از بین ازی که مثلا یک نفر روزه میگیره، سرش روزش مشکنه، کفاره هم واجب میشه، و در بعضی حالات است که روزش مشکنه لکن کفاره بالایش واجب نمیشه، تنها قضایی لازم میشه. پس این باز ما شما پسانتر میخوانیم. اینا لوتر از خود در قسمت سیروم و پشکاری و ازیا علما چی میگن؟ علما میگن که اگر مثلا یک نفر دوا میگیره، پشکاری میکنه، یکی دوایی که از دان خود میخورن، یکی مثلا پشکاری میکنه، یکی سیروم میگیره، اینال خوردن دوا از دهان خود طبعا اون روزه را مشکلانه. یکی پچکاری است. پچکاری را باز علما گفتن دو قسم است. یکی پچکاری است که این تغذیوی است، مثل غذا رو به معده انتقال میکنه، و یک قسم پچکاری های دیگه است که این تنها برای درد تسکین میکنه لکن تغذیوی نیست. پس این دکتر متخصص میگه برادم که اینی مثلا سیروم که است عوض غذا کار گرفته میشه، پس سیروم حتما روزه رو چی میکنه؟ مشکنه. اما بعضی پچکاری هایی که باز غذایی نیست، بازوش علما میگن که روزه رو نمشکنه. خب دیگه قطره ریختن دوا در بینی و گوش، مثل که پیشتر هم گفتیم که اگر کس مثلا در بینی خود قطرات دوا را میپرته یا در گوش خود یا در بینی خود، پس در این صورت این روزش مشکنن، چرا که یا مستقیما با معده ارتباط دارن. چهارمیش استفراغ نمودن به پوری دهان است. یعنی یک کس استفراغ اگر استفراغ کم کرد روزش نمشکنه، اما اگر دهانش پر شد باز روزی ازی مشکنه. پنجم مرتد شدن است. یک نفر در ماه مبارک رمضان کلمه کفر از دانش میبره، این مرتد میشه، این هم روزش چی شد؟ شکست. ششم حائض شدن است که زن عادت ماهوار می داشته باشه، و یا نفاسه که یک خانم مثلا طفل تولد میکنه، پس در وقت ولادت کرد، این صورت هم روزی ازی مشکنه. خب سوال خوردن، نوشیدن و یا نزدیک شدن جنسی در روزه چند حالت دارن؟ اینال ای میگه 4 حالت دارد. اینال حالت اول چی است که کفاره لازم میشه، حالت دوم تنها قضایی لازم میشه، حالت سوم که هیچ چیز لازم نمیشه، و حالت چهارم لازم شدن فدیه هست. اینه کس که روزه را میخوره یا چی میکنه، چند حالت داشت؟ 4 حالت. یا ایست که خورد روزه را، سرش کفاره هم اومد. در حالت دیگه است که روزه را خورد، تنها قضایی هست. در حالت سومی است که هیچ چیز لازم نمیشه، و در حالت چهارمش است که فدیه لازم میشه. خب اینا اول بفهمیم که کفاره چی هست. کفاره چی است و چه وقت بالای روزه‌دار کفاره لازم میشه؟ گرفتن روزه 2 ماه پی در پی می باشد و در 3 حالت کفاره لازم میشه. مثلا در حالت 2 ماه روزه پی در پی است، پی در پی، و این جزا هست. بالای کی لازم میشه؟ بالای کسی که قصدن بخوره، قصدن بنوشه، و یا قصدن با همسر خود جماع بکنه. در این صورت سعی کنین باز مثلا اگر یک نفر جماع نمیکنه به شکل دیگه، مثلا بالایش غسل واجب میشه، با سر از این کفاره نیست. متوجه شدین؟ یعنی گفته دقیق این حکم آدم باید بفهم. بعضی کسا حکم درست نمیفهمن. یا قصدن بخوره، مثلا روزه به یاد است میگیره یک گلاس آب مینوشی، روزه به یادش هست مثلا میگیره یک چیز را میخوره، یا روزه به یادش هست امرای همسر خود جماع میکنه، پس در این صورت چی میشه؟ سر از این کفاره لازم میشه.